دوستان سلام. امروز اومدیم با آموزش 2 ولی به زبان خیلی ساده تر. حالا خیلی ویدیو بچه‌ها ساختن تو یوتیوب گذاشتن، تو اینستاگرام گذاشتن. مثلا سخته هیروها رو آموزش بدم، حتی خودم هم گذاشتم تو اینستاگرامم، ولی حس می‌کنم سخته. می‌خوام طوری که خودم یاد گرفتم و بهتون یاد بدم. حالا آسان‌ترین راهش چیه؟ اینه که ما میایم کمترین هیرو رو برمی‌داریم که کمترین لول یوز کردنی رو داره. چرا؟ چون اینجوری کمتر درگیره حالا دکمه ها اینا باشیم، بازی رو راحت‌تر یاد بگیریم. من خودم بازی رو اسکین یاد گرفتم چون که هیرویی که کلا 2 لول داره یا یه دونه لول داره، اما بستگی فصلی که داره، یعنی خیلی راحت شما فقط یه دونه استان دارید، میید رو آیتما میتونید یاد بگیرید، خیلی راحت تر میشه یاد گرفت. ما میگیم همین فصل 2 فصل داره. یکی این فصلشه که لول 2 وقتی اتک میدی یه تایمی بعد از اون انمی دمیجی رو میخوره، حالا تو فایت خیلی کمک میکنه، یا زمانی که اچ پیش کمه داره فرار میکنه. یه فصل تیم بریه داره که چند تا کریت بزنه، چند تا از این یونیت کوچولوها میاره و بالا میشه باش بازی کرد. ما سمت راستی رو میریم که با یه دونه لول شما بتونید بازی کنید. من اینو برداشتم و میرم لاین پایین. ما 3 لاین داریم، سیف لین، مید لین و آف لین. این 3 رو باید بازی بکنیم. حالا من سعی میکنم بتونم سیف لین میخوام بازی کنم که شما ببینید آیتم بندی ها رو، ولی توضیح بهتون میدم که چطوری تو لاین های دیگه هم بتونید بازی بکنید. مثلا نگاه نکردم چی جلومون بود. خب الان سخت ببینید شما زمانی که توی بازی یا اکانت جدید که میسازید، همون اول تو قسمت آیتما خودش اینجا بهتون میتونه کمک بکنه و حالا آیتمایی که یاد میگیرید رو بهتون میده. حالا ما این قسمتشو نمیریم و میخوایم فقط بریم توی بازی. برای اول بازی اینو تانگو می‌خریم که بتونیم اچ پی مون رو پر بکنیم. یه دونه کوین بلید می‌خریم و جلومون می‌بینیم که جلومون کیا هستن که مثلا چه آیتم مورد نیازمون. دو تا ایمون برنج می‌گیرن با یه دونه از این واسه اینکه فرار نکنه، یه دونه واسه اچ پی. مانا هم یه دونه برمی‌دارم در اینکه استان کم. کلا توی دوتا بازی تیمیه، ولی خیلی وقتا اتفاق میفته که تیمت کلا با تو بازی نمی‌کنه و خیلی سخت میشه تیم ورک بازی کرد. واسه همین شما فعلا واسه یادگیری به خودتون متکی بشید. حالا اینجا چند تا یکی که اینجا که ظاهرا داره فایت میشه و اینجا که مین صفر بازی چند تا گل بهتون میده که سعی کنید اینا رو هر چی بیشتر بگیرید با گل بیشتری بازی رو شروع میکنید. حالا ما میریم ببینیم که چی میشه. الان برای اول بازی ما استانمون رو برمی‌داریم. لول 1 مون استان میکنه، از 1 ثانیه داره، ببینید از 1 ثانیه داره تا 1 و 6 ثانیه. 2 ثانیه بعدش هم استان میکنه. این ساپورت منه چیه که اومده اینجا میگم بازی که خودتونم بازی بکنید. یه دسته یونیت شما دارید، دسته یونیت انمی داره. حالا باید فارم بکنید، از اینا گل در بیارید، اتک آخر رو بدید که گل به شما ها بده. با راست کلیک رو شما میتونید این کارو انجام بدید. این استان دیگه روش زدیم و خیلی قشنگ هم استان شد هم 2 ثانیه اسپل شد. بعد لول بعدی من میگم 3 رو برمیدارم. 3 چیکار میکنه؟ یعنی بهتون دینایت کردنه، یادتو میکشی به اصطلاح که گلد و این داره فارم میکنه. اینجا اشکال نداره چون داریم یاد میگیریم. اینجوری انمی نه گلد میگیره نه ایکس پی میگیره، چقدر صدا میده. پس چیکار میکنیم؟ دیدید؟ سعی کنید اتک آخر رو بدید که گل بهتون بده. بازم بستگی اون پوزی که دارید بازی میکنید. ما سیف لین بعد ما فارم کنیم، ولی این داره فارم میکنه. این مجبوریم کنار بریم فعلا دیگه. الان که تو رو که داریم یاد میگیریم. ما فعلا فقط داریم اینو یاد میگیریم که بتونیم اتک آخر رو بدیم. ببینید چرا. فعلا همین حد یاد بگیرید خوبه. هر که توربو هر 1.5 دقیقه هم یه دونه از این به اصطلاح گلام رو بهش میدین. اینا شارژ میشه که به شما 125 تا اچ پی و مانا به شما میده. اوکی اینو برمیدارم. لول بعدی من بازم 3 رو برمیدارم. این داره اذیت میکنه اینجا دیگه. این بعد بره روش.
حالا آیتمی که خریدم بهتون توضیح میدم که وقتی میزنید 50 تا دمیج شما کم میکنه و 50 تا دمیج اون از شما کم میکنه، به اونم دمیج میده و برای آخر یه اتک مونده مثلا بخواد بمیره خیلی خوبه و تقریبا کیلو میتونید بگیرید. حالا چی دینایت میکنه وقتی میخواید یونیت خودتون دینایت بکنید با دکمه A میتونید روی از یه درصد ازش کمتر بشه. مثلا ما اینجا A زدیم و دینایت کنیم با اون XP نرس. من لول 2 من برمیدارم چون که لازم دارم بعضی وقتا میکنم اینجا دیدید من دمیج زدم ولی خودش کم شد. که آیتم هم یاد بگیریم فعلا فهم باید بازی کردن و کافی یاد بگیریم. حالا یارم هم باید بیاد که متاسفانه خب یکیش مرد این هم فکر کنم بعد دیدید به یک فرار به موقع خیلی وقتا موندن اصلا خوب نیست. خیلی وقتا فرار بکنید. حالا ما آیتممون رو میخوایم بیاریم بستگی به تیم روبرو بسته به خیلی چیزا آیتم ها متفاوته. ما چیز بیسیک رو میخوایم یاد بگیریم. الان مثلا من بوتو باید بیارم، الان بوتو بیارم که بتونم حداقل اسپیدم یه ذره بیشتر بشه که جلوتر میگم میخوام پله پله یاد بگیریم. اینجوری نیست که بگم این آیتم این آیتم نه، من پله پله یاد بگیریم که بتونیم بازی رو کامل متوجه بشیم. من باید میرفتم رو میگم من نقش ساپورت بازی میکنم داره کی میگه ولی اشکال نداره. الان چون اشپیم کم بود یه دونه از این آیتم دیدین از اینا خریدم اینجاست. این بهم اچ پی میده و میتونم اچ پی رو پر بکنم. سعی میکنم 3 و 1 پر کنم من در حال حاضر. حالا این نکته دیگه بهتون بگم، من آیتم ها درسته یه سری بیسیک ها داره شما میتونید اینو بیارید ولی یه استانداردی داره که بسته به تیم روبروتون هم شما باید بدون آیتم بچینید. مثلا الان روبروی من 4 تا رنج یعنی هیرویی که از دور اتک میده مثلا دیدید. حالا من گرفتن اینها برای من خیلی سخته. دیدید گرفتش. حالا دستم برش بدیم رفت دستم. خب بسته شد. بسته به هیروهای من چون بعد وقتا حواسم پرت میشدم به بازی هم دقت میکنم میخوام به شما آموزششون بدم. الان فارممون هم میکنیم و آیتمایی که لازم داریم هم میاریم. حالا چون اینا 4 تا از روبرویامون رنج هستن بعدن داخل جزء اسمن ما احتیاج داریم که اینا رو بگیریم. حالا گرفتن متفاوته. چطوریه؟ ما میتونیم با دگر بپریم اونا رو بگیریم ولی یه آیتم میاریم که هم به ما کمک کنه که اتک دادن هم بتونیم اونها رو اذیت بکنه. دیدین اونا اسمن اومد پایین. اسمن چی داره؟ اسمن تقریبا چیزی نداره. اینا اسمش منگوش بهت مانا میده هر کدومش. حالا ما میریم این آیتمون به اسم اکو اینجاست تقریبا بزنمش نکنم اینجاست. این اکو رو من بهتون توضیح میدم. دیدین دینایت کردیم روبرویه هم با همون بیو زد و یونیت خودش مثل دینایت ما این قسمت اولش رو میخریم. این چی کار میکنه؟ میاد در لحظه تایمی کلان داره بعد تیم بیاد فایت بده داره اینجا دیگه تیپی کرد. حالا این آیتم چیه؟ این آیتم میگه که من میام هر مثلا 5 ثانیه 2 تا اتک میدم. دیدی؟ 2 تا اتک پشت سر هم دیگه و این مثلا دیدید خیلی سریع‌تر. حالا
این میگه چه کمکی میکنه که رنج رو بگیریم. اوکی، این زمانی که ما پرش میکنیم به هارپون، یعنی کاملش میکنیم به اون، بهتون میگم چیکار کنیم. بذار بیاریم پس این یادتون باشه با این هیرو 1 و 3 پر میکنیم، 2 هم برمی داشتیم جهت این که یه هیتی بهش بدیم. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. لولاش هم بهتون باید بگم گرفتن. آره لول یکش که استان بود، دوش بهتون چی گفتم؟ گفتم یه دمیجی رو بهشون میده تمام 50% اتاک رو نگه می‌داره برای زمانی که اون دایرهش پر میشه لحظه آخر. گفتم برای زمانی که میخواد فرار بکنه 3 کریتیکال میزنه، یعنی چه میگه 280% دمیج تو من میام یه دونه بهش میزنم با اون درصد دیگه داره. مثلا اگر ما 100 تا داریم 280 تا بهش دمیج میزنه فقط واسه هم یه. حالا اولتیش به حساب 6 چیه؟ زمانی که بمیری یک بار زنده میشی. اوکی یه بار اگه قسمت بشه بمیریم بدونیم الان خود نمیده گفتم لازمش داریم ولی دیگه نمیشه الان. یعنی تکمیل بشه یاد چی بازی الان آیتم رو چه کاربرد قشنگی داره مهمی داره که بازی که از اینکه 2 تا اتک میده پشت سر هم دیگه 5 ثانیه ببینید الان اینو مثلا برفت میمیریم بریم زودتر. Who's in charge here? Prostrate yourself. I'm under attack. Someone in my swag. Enemy's top tower is fortified. الان more down دیدیم دوباره زنده زمانی هم که میمیرید بعدش یه تایمی دارید که زنده میمونید و میتونید داره فایت بکنید. 6 هم نشید همونو دارید. این چی کار میکنه؟ این میاد انمی رو یه زنجیر پرت میکنه، خودش هم یه ذره موو میده سمت جلو میچسبه بهش، یعنی اونایی که رنجن رو میتونید با این حرکت بگیرید تو فایت. اونجا 4 تا بود من تمام کاری نمیتونستم بکنم ولی کاربرد اصلیش این. حالا ما نگاه میکنیم هیرو جلومونو، حالا این آیتم چی میخوایم؟ مثلا برای این هیرو آرملت میارن. آرملت هیرو آیتم خوبه. چی کار میکنه؟ این بدون نشون بدم حرکت ببینید دیدید کشی سمت خود بتون بزنش چرا نیست اصلا دیدید سی جنب کار مدین آیتم و گونه فرار حالا این آملتی که بهتون گفتم چیکار میکنه؟ این میتونه آیتم مورد علاقه خودمه. میاد یه HP به شما زبان ساده میده، یه HP به شما اضافه میکنه با روشن کردنش. مثلا اگر 2300 تاه یه مثلا 2500 تا بذارید الان 2300 تا داریم میشه 2584 تا. دیدید آرمورتون هم 4 تا بیشتر شد ولی یک چیزی که داره از اچپیت کم میکنه، یعنی بهایی رو داری پرداخت میکنی. میبینی باید تو فایت ها خیلی خوبه واقعا کمک میکنه. فستا 2 تا فستا زیاد داریم. ما یکی که میخوام بریم میگه چی؟ میگه 10% لایف استیل بیشتر میکنم روی این اولی
یا دومی چی 15% اسپیشال بلید. اسپیشال بلید میشه نه اسپیشال بلید دیگه. یک ثانیه استانش بیشتر شه. 400 هیل. من 400 هیل رو بندیم چون زودتر مقابله میگیرم. حالا دوباره این تابر رو بندازیم. حالا ما خیلی تو فایتر جون ندادیم، خیلی تیمی بازی نکنیم، فقط بازی خوبیه. من آنه کنم روشن کنم دیدید؟ Enemy's bottom tower has fallen. بازی تنها آسونی بود، یعنی خیلی اذیت نکردم. اونا ضعیف بودن. چی بد بود نمیدونم. Dire structures are fortified. حالا آیتم بعدی که میخوایم باسش بیاریم چون باید دمیج بیاریم. ما درسته خیلی نتونستیم کیل بگیریم و اون بجونه کیل بده، ولی ما باید آیتم درست خودمون بگیریم. الان واسه این هیرو بش مثلا آیتم بسیار خوبیه. کیلی آیتم بسیار کیلی الان واقعا چرا این پولی لول داره، این پولی لول داره، استان داره، 6 داره و اینم استان داره. یکی از آیتمایی که باید بخرید بیکیبی چیه؟ آواتار هم بهش میده. چند ثانیه از 8 ثانیه مثلا تا 5 ثانیه نمیذاره شما لولی رو بخورید. بازم میگم این بیسیکشه. یه سری لول ها روی بیکیبی هم کار میکنه. نمیشه کارش کرد. فعلا اون زدش رو یاد نمیگیریم، خودش یاد میگیریم. بزن بیاریم چند بار بعد من بریم برای تیاری میشیم. اینجا با آرملت روشن میگیریم. من باید بزرگ با این روکه من خوب بگیرم. دیگه گرفتم من الان 6 هم دارم. این رو در اصل بکشیم ولی میرسیم دومیش دوتار زدیم. یکی اینجا درد رفته کنم اشتاک داره. حالا این کیبی که من به شما گفتم ببینید به تعداد دفعات که یوز میکنید تایمش تغییر میکنه. مثلا اولین بار 8 به دست شما شد، اولین بار 8 بعد 7 بعد 6 بعد 6 آخرش بعد 6 ثانیه. چه اتفاقا 60% ماجیک رو نمیخورید. اگه لولی ماجیک باشه 60% رو نمیخورید و استان نمیشید. میگم تقریبا میشه گفت 90% نگاه رو میتونه دیسپل کنه و بذاره فرار بکنه تو فایت زنده بمونه. پس نمیدونم اسم نازی رو بزن اسم نازی رو بزن تو اینا توضیح نزنم اسم تو فایت ها لازم شده. تو یاد بگید بازی رو خیلی قشنگ کرده سریع‌تر متوجه میشیم که مثلا این هیرو این کار رو میکنه ایزی بود دیگه. این دفت و دامونون شد و ما برای قشنگ میکنیم. مثلا آیتم بعدی که من واسه این بازی میارم مثلا بش رو میارم. بش آیتمی که خیلی به کارم میاد. من این وقت زیر پامون ببینید وقتی که اینجا اینویزشه اینقدر کیبی داشتم که میزدم اینجا استانم دیگه باید مدد کنم کیبی نشنده بخواهد کیبی نیستم لولی نمیخوره الان میبینید ما میگه مثلا خودمون دو تا بهش میزنیم حالا این آیتمه چی کار میکنه؟ این آیتمه که بهش میبرش چند سی بد میگه من 25% احتمال داره که به طرف اتک میده تقریبا مثلا از هر 4 تا یه که بعد استان بشه. یعنی استان بشه استان معلومه چیه استان بشه. آیتم خوبیه برای کریم ها بازی بکنه. آیتم بسیار خوبیه و فایتم خیلی بشه ما اینو میاریم برای بازی بکنه بیسیکی بگیره
The enemy's middle tower has fallen. بازی های شخصیتون آسون خیلی بیشتر نرسیم قسمت بعدی سعی میکنیم قشنگ‌تر یاد بدیم قشنگ‌تر چه به تو پیش بذاریم ویدیو رو روشن می‌کنم خیلی بزنیم که ویدیو خیلی تصویر بذارم الان میمیرم چرا چون که مامان آدم شیشه War is talk. حالا ما یه HP داریم یه مانا HP جونمونه مانا انگار بهایی که برای یوز کردن لول ها و آیتم ها پرداخت میکنیم مثلا شیشه من 225 تا مانا میخواست که من مانا 56 تا بود طبیعتا روشن نبود که بمیرم و دوباره زنده بشم حواسم حالا نبود داشتم با دوربین صحبت میکردم امیدوارم که ساده متوجه شده باشید دیگه دارم سعیمو میکنم در ساده ترین حالت بگم کم کم بگم تیکه تیکه بگم میگه چی 25% اسپیشال بلدتون کلانشو کم میکنم نه 60% اتک اسپید رو برمیدارم حالا باشمون هم کامل بکنیم باشمون چی میگه وقتی کاملش میکنه میگه که میتونی این رو یوز کنی روی طرف و 1.2 ثانیه استان میشه وسط بیستم بونس فیزیکال دمش سخته بلش کنه میگه چی میگه بش چانس فور رنج هیروز میگه روی هیروهایی که رنجن 10% هم احتمال اینکه استان بشن بیشتره چون همیشه 35 یعنی میخواد سختشه من بخوام بگم دیگه این بالا رو پوش بدیم آیتم جانگلر اصلا ولش کنید الان چون اصلا خودش دنیای دیگه است ما خودمون هنوز کامل نتونستیم حفظش بکنیم اینقدر پیچیده خب بریم بازی تموم بکنیم مثلا مانا رو فهمیدیم اچ پی رو فهمیدیم آیتم ها رو تا حدودی بهتون توضیح دادم حالا این بوت هم رسید یادم رفت بگم این فیس بوت زمانی که شما یوزش میکنید یه تایمی رو تندتر میدوه چند ثانیه است و اینجا همیشه نوشته برای 3 ثانیه تندتر میدوه یه درصدی رو چقدر 10 در 20% 20% که یه میرسیدم میگیرم یه دقیقه پشم میگیرم روش دیگه باشم بخواهیم الان بخواهیم میرم رایسته دیگه حالا بازی رو برد بچه پس تا اینجا رو تو حدودی فهمیدیم تو ویدیو دیگه هم بخوام ببینیم کامل متوجه میشیم ما قرار به ساده ترین روش رو بدون عجله یاد بگیم که بیایم بگیم که این هیرو اینه این هیرو اینه این هیروینه سخته که یاد گرفتن سخته گفتم طوری که من خودم یاد گرفتم من میخوام به شما یاد بدم امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه حالا سعی می‌کنم قسمت بعدی رو زودتر بذارم همین تا دیدار دیگر بدون